خراب شدن زندگیت نترس. بعضی موقع خیلی چیزا خراب شدنش تو زندگی دست ما نیست، مثل مرگ یه عزیزی، مثل از دست دادن یه رابطه‌ای، مثل از دست دادن یه مالی. دست ما نیست. اگر میبینی چیزی تو زندگیت داره خراب میشه و دست تو نیست، فقط و فقط یه دلیل داره و اونم اینه که میخوان یه گنجی بهت بدن. قدیم گنجا رو تو خرابه ها نگه می‌داشتن دیگه، تو اونجا پنهان میکردن. عرفای بزرگ، آدمای بزرگ این درس رو پاس کردن. با خرابات آشتی‌ان، با ویرانی آشتی‌ان، با سقوط آشتی‌ان. شما هم آشتی باشید. مولانا میگفت تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا. برای اینکه چیز بزرگی بهتون بدن باید خراب بشید. از لای اون خرابی ها گنج در